است و ما از ملت امریکا میخواهیم که به این آقای کارتر بگند که ملتی که مظلوم است، ملتی که در تحت فشار است، ملتی که همه آزادی ها از او سلب شده است، ملتی که استقلال ندارد، ملتی که کشته میدهد، ملتی که بر او غلبه کردند ظالمین، اینها الان احقاق حق خودشون را میخوان بکنن، فریاد میزنند که ما آزادی میخواهیم، ما استقلال میخواهیم. آیا یک همچی چیزی پستی و رذلی است که کارتر تعبیر میکنند؟ و ما امیدواریم از ملت امریکا که مؤاخذه کنند از رؤسای خودشون. ما میل نداریم که در بین ملت‌های مسلمین ملت امریکا یک نحوی باشد که از نظر اونها بیفتد و ملت امریکا را یک ملت ظالمی بدانند. ما در صورتی که ملت امریکا با ما همراهی کنند از اونها تشکر هم خواهیم کرد.